اورش شونزاروف شطرنجباز تاجیک مقیم قزاقستان در مسابقه قهرمانی شطرنجبازان تا 18 ساله این کشور صاحب جای سوم و نشان برنجی گردید. در این مسابقه شطرنج و شامات که در شهر ترکستان برگزار شد، 63 شطرنجباز جوان از همه شهر و ولایت‌های قزاقستان شرکت داشتند و اورش با کسب 7 امتیاز در 9 بازی به صف غالبان مسابقات پیوست. از جمله اورش شونزاروف در دوره 8 مسابقه با مهره‌های سیاه بر پیشرفت یگانه چمپیونات استاد ورزش صدبک احمدینوف پیروز شد و بازی آخرین را هم به پیروزی جمع بست کرد. این پیروزی راه اورش شونزاروف را برای اشتراک در مسابقات بیشتر شامات در قزاقستان اشتراک کند. از جمله در این شب و روز اورش شونزاروف در شهر ترکستان در 2 مسابقات دیگر، یکی مسابقه شطرنج سره و پسان در شطرنج برقاسا بین شطرنجباز تا 18 ساله شرکت دارد. امید داریم که در این مسابقه ها نیز این شطرنجباز جوان و امیدبخش تاجیک چون در مسابقه در شطرنج معمولی و کلاسیکی کامیاب خواهد شد. اورش شونزاروف فرزند مهاجران تاجیک مقیم قزاقستان و نبیره ژورنالیست خوشنام تاجیک نصیب جان امانی است که او نیز بیش از 30 سال باز در قزاقستان به سر میبرد. اورش شونزاروف شاگرد اکادمی شطرنج جانسویا عبدالملک بوده در مسابقه و با کمک مالی این اکادمی اشتراک میکند. جانسویا عبدالملک که همگی 24 سال دارد با وجود جوانیش از شاماتبازان قوی و الکی صاحب مکتب قزاقستان دانسته می شود. او سال 2014 در سن همگی 14 سزاوار عنوان گراسمیستر در بین زنان و سال 2017 در سن 17 صاحب عنوان استاد درجه بین المللی گردید و سال 2021 در سن 21 در پی به دست آوردن شاهجایزه فیده فدراسیون بین المللی شامات عنوان گراسمیستر کامل حقوق را به دست آورد. اورش شونزاروف آخر سال گذشته در 2 مسابقه که اکادمی جانسویا عبدالملک در شهر الماتا راه اندازی کرده بود با موفقیت هنرنمایی کرد و امتیاز عمومی خود را به 2326 رسانده صاحب عنوان استاد ورزش فدراسیون جهانی شطرنج گردید. بنا به اطلاع نشر شده در سامانه اکادمی شامات جانسویا عبدالملک، اورش شونزاروف در این مکتب شامات در گروه A پلوس مشق میکند و هنوز زمان در صنف 9 تحصیل کردنش گرانت برای تحصیل در دانشگاه تکنیکی قزاقستان و بریتانیا را به دست آورده است. اکادمی برخی دستاوردهای ورزشی این شاگرد تاجیکش را نیز برشمرده است. نشان برنجی چمپیونات قزاقستان آید به شامات تا 18 ساله سال 2023، مدال نقره چمپیونات قزاقستان آید به شامات بلیت بین شطرنجبازان تا 16 ساله سال 2022، مدال نقره چمپیونات الماتا آید به شامات بلیت بین شاماتبازان تا 16 ساله 2022، جای اول در مسابقات توران اوپن بین جوانان سال 2020، جای دوم در جام دورین بین دسته ها سال 2020، مدال برنجی چمپیونات قزاقستان آید به شامات رپید بین شاماتبازان تا 14 ساله 2019، جام دوم در جام سید وقاسوف بین شاماتبازان تا 14 ساله 2019، چمپیون الماتا آید به رپید بین شطرنجبازان تا 14 ساله 2018، مدال برنجی چمپیونات قزاقستان آید به شامات رپید بین شطرنجبازان تا 14 ساله سال 2018.